تو این ویدیو میخوام بهتون بگم چجوری لایه یا اوورلی رو انجام بدید توی ادیت کردن ویدیوهاتون با گوشی موبایل و البته اپلیکیشن معروف و کاربردی کپ کات. سلام، به کانال یوتیوبر لب خوش اومدید. در این ویدیو میخوام بهتون بگم افکت و یا همون روش ادیت کردن اوورلی، یعنی یه لایه رو بذاری روی یه لایه دیگه در ویدیوهاتون از طریق گوشی موبایلتون که دستتونه این کار رو انجام بدید و نیاز به پریمیر یا تسلط به این نرم افزار پریمیر یا بقیه نرم افزارهای معروفی که وجود داره برای این کار نداشته باشید. از طریق همین اپلیکیشن کپ کات میتونید این کار رو انجام بدید. یه ویدیو دارید، یه ویدیو بیاد روی همین ویدیو یا به صورت گرین اسکرین یا به صورت لایه هایی که وجود داره و بتونه اون تصویر زیرین دیده بشه، این تصویر روی هم دیده بشه. بهش میگن اصطلاحاً اوورلینگ، یعنی لایه یه لایه روی یه لایه دیگه، لایه روی لایه دیگه، لایه روی لایه دیگه. بریم از طریق گوشی موبایل بهتون بگم که باید چی کار بکنیم. کپ کات رو اجرا کردم، نیو پراجکت رو میزنم، یه ویدیو میارم که میخوام لایه بندی بکنم، اد رو که میزنم، میام برای اینکه اوورلی انجام بدم اینجا میام همین قسمت پایین نگاه کنین، 1 2 3 4 پنجمی رو انتخاب میکنم، به اضافه رو میزنم، یه لایه‌ای که میخوام اضافه بکنم اینجا میارم. به فرض من اینجا یه ستاره دارم، اینو اضافه میکنم، میاد روی این لایه من میشینه، یه مقدار سایزش رو بزرگتر میکنم. میخوام چی کار بکنم؟ میخوام بلند بکنم که لایه زیرین هم دیده بشه. از این فیلترهایی که اینجا هست میتونم استفاده بکنم. خب من وقتی اینو بزنم و پلی رو بزنم، نگاه کنین این اوورلی اتفاق افتاد. حالا من میخوام یه لایه دیگه هم اضافه بکنم به این موضوع. میام همون عقب‌تر، میام اینو میزنم. زبون گوشی من فرانسه است، به این خاطر ممکنه شما متوجه نشید که این اتفاق افتاده. Ajouter en superposition، به اضافه رو میزنم، این لایه رو هم اضافه میکنم. حالا من اینو میکشم که بیاد جلوتر، طوری با انگشت انتخاب کشیدم به سمت. حالا اومد اول، بعد این لایه هم اوله. حالا من میخوام این انتخاب بکنم، یه مقدار بزرگترش بکنم که اینجا باشه. بعد میام این کلاژ رو میزنم، اینو میزنم که لایه زیرین هم مشخص بشه. بعد من اوکی رو میزنم، پلی که میزنم نگاه بکنین همزمان 3 تا لایه دارم که هر کدوم یه افکت جذاب رو به ویدیوی من اضافه میکنه. خروجی رو میگیرم با همون فلشی که کنار 1080p هست، فلش به سمت بالا، اون رو میزنم و خروجی ویدیوم رو میگیرم. به همین راحتی و خیلی حرفه‌ای میتونید افکت اوورلی رو با کپ کات انجام بدید. کپ کات خیلی قابلیت‌های بیشتری هم داره. اگه با این کانال همراه باشید به مرور ویدیوهای بیشتری تو حوزه کپ کات رو حتما بهتون معرفی میکنم، آموزش میدم که بتونید از حداکثر امکانات کپ کات توی گوشی‌های خودتون استفاده بکنید. اگه کامنتی در مورد این ویدیو یا ویدیوهای قبلی یا کلا کانال دارید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید با لایک کردن از من حمایت بکنید، اون لوگوی لایک پایین رو بزنید که این ویدیو توی یوتیوب بیشتر دیده بشه. اگه دوست داشتید این ویدیو رو و این کانال رو حتما سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار دستش هم
فشار بدید که ویدیو جدید که توی کانال منتشر میشه بیاد و ویدیو جدید رو ببینید. اگر هم دوست نداشتید سابسکرایب بکنید به هر دلیلی، حتما توی کامنت ها برام دلیلتون رو بنویسید. خوشحال میشم دلایلتون رو برای اینکه سابسکرایب نمی‌کنید یا کانال رو دنبال نمی‌کنید یا اصلا کانال به درد بخوری هست یا نیست توی کامنت ها برام بنویسید. تا ویدیو بعدی. یادم رفت باید استاپ بکنم. استاپ.